به نام خدا. سلام بر ژن‌های خالص هخامنشی، خونهای پاک حسینی. آرزو میکنم حالتون حسابی خوب باشه دوستای من. من یه سری خبر خوب دارم، یه سری خبر بد دارم. اول کدومو بهتون بگم دوستای قشنگم؟ من خودم همیشه وقتی ازم سوال میپرسن، حتما خود شما هم همینطوری هستی، میگم اول خبر بده رو بده که بعد خبر خوبه لااقل یه مقداری بشوره ببره. پس موافق هستین که تو این برنامه خبر بده رو کار بکنیم، بریم برنامه بعدی خبر خوبه رو، یا نه موافقین؟ خیلی خب، حالا که موافق هستید میخوام درباره خبر بد با هم صحبت بکنیم. بیچاره شدیم رفت. این خبر بد بود. خبر بد این بود که الان باید بهتون بگم توافقی که بین ایران و آژانس با دست دادن آقای عراقچی و گراسی با همدیگه، توافقی که انجام شد عزیزای من، خیلی زودتر از اون چیزی که فکر میکنیم جنگ رو برای ما به ارمغان خواهد آورد. منتظر باشید. به زودی حملات دقیق اسرائیل و امریکا در کشور ما با توافق به صورت علنی امضا کردن که امریکا کجا رو بزنه در ایران با موشک، اسرائیل کجا رو بزنه. این توافقی نبود بین ایران و آژانس باشه، توافقی بود برای اینکه ما تایید بکنیم کدوم نقاط از کشور ما مهمتره و اونجاها رو باید مورد حمله قرار بدن. وارد برنامه شد، کلا بیچاره شدیم رفت. اینو داشته باشید، یه مقداری مثل من هرس بخورید تا ببینیم تو برنامه چه خبر است. آیت نورانی قرآن کریم رو بشنویم، آرامش بگیریم، بهش احتیاج دارم. کسانی که به حقایق کافرند و مردم را از راه نجات بخش الهی باز می‌دارند و با آنکه راه هدایت برایشان آشکار شده با پیامبر مخالفت می‌ورزند، هیچ آسیبی به خدا نمی‌رسانند و به زودی خداوند اعمالشان را نابود و بی اثر می‌سازد. چشم خدایا، چشم. ما سعی میکنیم که یه کاری نکنیم که اعمالمون نابود و بی اثر بشه. ما اعمالمون رو نیاز داریم، خرابش نمیکنیم. یه خبر باحال بشنویم، انرژیامون بره بالا، قشنگ انرژیا بره بالا. قراره تو این برنامه بکشم فتیله انرژیا رو پایین. پس ببینیم چی شد. بدون شکست همه تیم ها رو بردند. آمریکا رو تو نیمه نهایی بردند، ایتالیا رو تو فینال بردند و بسیار باعث غرور و خوشحالی مردم ایران شدند. شما اسمتون چی بود؟ با نام خدا. سلام و عرض خسته نباشید دارم خدمت شما و بینندگان محترمتون. تاها بهبودی هستم، عضو تیم ملی والیبال جوانان جهان. به افتخار تاها. چقدر دستا ضعیف بود. پوریا آریاپور هستم، بازیکن تیم ملی جوانان. به افتخار پوریا دست بشه. آقای کوکجلی. امران کوکجلی. آقای امران کوکجلی. آقا ما یک ساعت فامیلی شما رو داریم تمرین می‌کنیم. ببین خوش آمدید. هستم، پاسور تیم ملی جوانان. ماشاءالله. به افتخار امران عزیزم. خوش آمدید. بفرمایید پیش دوستاتون بیستین. خانم شریفی، مدال خوش رنگ می‌شونم. چقدر قشنگه. مدال برای شماست. قد چنده؟ 2.5. 2.5. چقدر خوبه. به افتخار دو منو نگاه. به افتخار 2.5 واقعا. آقا خیلی عالیه. بدون شک. این قاب تصویر رو داشته باشید. نه خانم شریفی ایستاده، ننشسته. شاید اینا نشسته باشن ولی ایشون حتما ایستاده رو به پاش. آقا اینا دیگه لجندای ورزش، لجندای جوانای ایرانی هن دیگه. اینا زیر 21 سالن. این ماشاءالله چه قد و قامتی، باریکلا، آدم لذت میبره واقعا. ایول. من یه بار توی ترمینال جنوب تهران یه بنده خدایی رو دیدم. آقا من خیلی قدم بلنده. من قدم بلنده واقعا. من تو فامیل بعد با ما صحبت میکنم، من قد بلندم. بعد تو ترمینال تهران یه نفری رو دیدم، اینا والیبالن، بسکتبالیستا، یه مقداری از اینا هم قدشون بلندتره. آقا اصلا مگه میشه؟ من اینو دیدمش، این سرمو گذاشتم رو شیکمش، اینجوری نگاهش کردم. خداشه مثل خانم المیرا شریفی اینجوری نگاهشون میکنه اینا رو. من با این قدم یه نگاه کردم به اینا رو، بهش گفتم داداش تو فامیل به من میگن دراز. به من گفت قدی نداری؟ گفتم بله، در مقابل شما ما کوتوله انضام میشیم همونجور. قدی نداریم مقابل شما. گفتم شما چی هستین آدم؟ این کدوم بخشین؟ گفتش من تیم ملی بسکتبالم. خیلی بلند بود آقا، خیلی بلند بود. کیف میکنه آدم اینا رو میبینه. کنار خانم المیرا شریفی حالا دیگه واقعا صحنه‌ای بود اصلا مال دو تا دنیای متفاوت. این یکی هنوز از اینم بلندتره، این فکر کنم 200 مثلا 8.
قدش خیلی خوبن. بریم خب وارد اخبار خودمون بشیم. عزیزای من اول قشنگ بذار یه خبر ناراحت کننده نشونتون بدم. حملاتی اسرائیل به یمن داشت. خب این یه ویدیو از حملات اسرائیل به یمن. یکی دیگه هم ببینیم. عزیزان حملاتی که به یمن به صنعا انجام شد توسط اسرائیل ظاهرا دارن میگن که دفتر ریاست جمهوری رو زدن، وزارت مثلا دفاع و اینا رو زدن، میگن نمیدونم، ولی خود یمنی ها اعلام کردن که اینا دفاتر روزنامه ها و رسانه ها رو زدن، جمعی از غیر نظامی ها رو به شهادت رسوندن، مناطقی رو زدن غیر نظامی بوده اصلا. بعد این وضعیتی که یمنی هم گفتن ما کم نمیاریم، حملاتمون به اسرائیل رو ادامه میدیم، تلافی میکنیم این کار اسرائیلیا رو. و خب اونا به هر حال تجهیزات بیشتری داره اسرائیل، دنیا پشت سر اسرائیل هست. یمن چی؟ یمن خودش داره میسازه با همون تجهیزات مختصری که داره. کاری که داره انجام میده شاهکار یمن. تو برنامه بعدی بیشتر دربارش صحبت میکنیم انشالله. یک نکته بسیار مهم اون از اتفاق یمن. اما بریم ببینیم که توافقی که بین ایران و آژانس اتفاق افتاد. حتما مصاحبه ها رو دیدن عزیزانی که پیگیر باشن، اما خب صحبت هایی که باید دربارش بکنیم حتما باید بشنوید. ببینیم آقای عراقچی درباره توافق با آژانس چی فرمودن. یک نکته بسیار مهم وجود داره، باید روش تاکید بکنم که همونطور که من در کنفرانس مطبوعاتی گفتم، این سند و ادامه حیات این سند به شرط آن هست که هیچ اقدام خصمانه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران صورت نگیره، به شمول این آنچه که معروف شده به اسنپ بک یا مکانیسم ماشه. این اگر مکانیسم ماشه عملیاتی بشه قطعاً این سند هم اجراش متوقف میشه و اینکه حالا بعدش ما چه واکنش‌های دیگری خواهیم داشت و چه رفتار می‌کنیم به جای خودش خواهد بود. ولی من اینجا کاملا روشن کردم، هم در مذاکرات با گروسی، هم در مذاکرات با دوستان مصری و هم در کنفرانس مطبوعاتی به صراحت گفتم که این اعتبار این توافق تا وقتی هست که هیچ اقدام خصمانه‌ای علیه ایران صورت نگیره، از جمله فعال شدن اون سازوکار معروف به ماشه. خب تمام شد. آخ علیپور، آخ علیپور، این حرفا چی بود درباره آقای عراقچی اینا زد درباره این دستی که با گروسی دادن؟ علیپور نفرین خدایگان بر تو باد. این چه کاری بود کردی؟ دیدی چه شاهکاری کردیم تو این دستی که با گروسی دادیم؟ دیدی شاهکار اتفاق افتاد دیگه. رفتم اونجا توافق کردن، آقای عراقچی گفته ببین گروسی دهنت سرویسه. علی لاریجانی رو میشناسی؟ گفته بود الان جنگ کاری داریم، بعد جنگ دهنتو سرویس میکنیم. گروسی الان وقت دهن سرویس کردن است. میدونی میخوایم چه بله سرت بیاریم؟ ما به شرطی با تو توافق میکنیم، با تو دست میدهیم که شما اسنپ بک رو سر ما فعال نمیکنی. اونا هم قبول کرد، امضا کرد، تموم شده رفت. لعنت، نفرین بر علیپور، نفرین بر علیپور که اومد اینجا گفت شما چرا رفتید با گروسی دست. دیدید چه دستاورد بزرگی داشتن؟ اسنپ بک تموم شد رفت. بقیه حرفای آقای عراقچی رو بشنوید. قانون مجلس محترم شورای اسلامی رو صراحتاً در متن این توافق پذیرفته که ما در چارچوب این قانون باید حرکت بکنیم و مسیری که این قانون مشخص کرده که همه چیز از طریق شورای عالی امنیت ملی ایران باشه در این سند باز به رسمیت شناخته شده و اینکه ایران از اون مسیر همکاری خودش رو حمایت میکنه. بنابراین میتونم عرض بکنم این سند، این چارچوب جدید توافق یا مدالیتی هر چی اسمش بگذاریم، دقیقاً منطبق با قانون مجلس شورای اسلامی هست. دقیقاً در مسیری که قانون مجلس روشن کرده حرکت میکنه که همه چیز از طریق شورای عالی امنیت ملی باید باشه. نگرانی‌های امنیتی ایران رو مورد توجه قرار دادیم و حقوق ایران رو کاملاً بهش توجه میکنه و شکل جدیدی از همکاری با آژانس رو تعریف میکنه و این تمام خواسته‌هایی رو که ما داشتیم و در این توافق آمده. آقا من دیگه تسلیمم. اصلا من دیگه من تسلیمم. من رسانه‌مو جمع میکنم. آقا دارم اعلام میکنم من دیگه رسانه آخوندانه به درد نمیخوره. اون روزی که علیپور نشست اینجا با مجلسی ها الله اکبر گفت تعلیق هر گونه همکاری با آژانس، این رسانه دیگه به درد نمیخوره مردم. رسانه آخوندانه‌ای که 4 تا نماینده گیج مجلس بتونن فریبش بدن،
دیگه به درد نمیخوره. آیون نماینده مجلس، چند بار بهتون تیکه انداخت، چند بار بهتون قانون رو گوش زد کرد. یادتونه فریاد زدید، کل مجلس رو به هم ریختید، الله اکبر گفتید، به مردم ایران بشارت دادید که در مقابل اقدامات خصمانه آژانس ما داریم هر گونه همکاری رو با آژانس به حالت تعلیق در میاریم. یادتون هست؟ نگفته بودید عمو جون به ما که ته اون قانون آقای قالیباف با زرنگی هرچه تمام. این قالیباف عزیزان مردم، آقا زبله. قالیباف گرگ بالون دیده است. قالیباف مار خورده افعی شده. قالیباف بلده 290 تا نماینده رو چنان با یه بند آخر و اون قانون که براش الله اکبر گفتن پیچونده، هلو بپر تو گلو. چی شد؟ هر گونه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با حالت تعلیق در میاد تا زمانی که تمام شرایطی که ما خواستیم رو اونها انجام بدن و در آخرش یه کوچولو یه تیکه اضافه کردن با تشخیص شورای عالی امنیت ملی. تموم شد و رفت. آقا تموم شد و رفت. اون الله اکبرای دروغینی که گفتین بذارین در کوزه آبشو بخورین، شاید تشنگیتون رو رفت کرد. دروغ به مردم بگی بعد رسانه آخوندانه رو فریب بدی، خدا شد انگوش میندازم از وسط همتونو. مجلس شورای اسلامی دیدی 3 مرتبه عراقچی تو یه مصاحبه گفت ما خلاف قانون عمل نکردیم. این احمقایی که تو مجلس، احمقایی که میگم تو مجلس، فکر نکنین مثلا گرگوریاشونو میگم امیر حسین ثابتی هم جزوش میاد الان، آقای حمید رسولی هم جزوشه، آقای کوچکزاده جزوشه، آقای حاجی دلیگانی جزوشه. این ابله‌ها یه قانونی تصویب کردن تهش یه چیزی اضافه کردن، خبر نداشتن دبیر شورای عالی امنیت ملی میشود لاریجانی. خیسیری که خنده ها یا کارم از گریه گذشته است، به آن دارم میخندم. آف تو پاچمون کردید. پدر سوخته نبودن نماینده ها، خر بودن. نه سر پدر سوختگی نبود، نه خر بودن. گول رأس مجلس اون بالا یه زمانی 10 سال پیش یه لاریجانی نشسته بود 20 دقیقه کرد تو پاچه همه ملت. الان یه قالیباف نشسته اون بالا، چه قشنگ. یه جمله آخرش اضافه کرد به تشخیص شورای عالی امنیت ملی. تموم شده رفت. شورای عالی امنیت ملی دبیرش کیه؟ علی لاریجانی. رئیسش کیه؟ آقای پزشکیان. آقا ایشون هم اومده میگه ما خلاف قانون نکردیم، راستم میگه، پدرآموزی داره راستم میگه. آقا من به کی شکایت ببرم وقتی خود کرده رو؟ آقا تدبیری نی. آقا چیکار کنیم دیگه؟ ما به کجا باید پناه ببریم؟ خیلی خوب آیه عباس عراقچی، اصلا این علیپور، این رسانه آخوند، نفرین بر آخوندانه که اینقدر راجع به دستاوردهای شما کوتاهی کرده. بذار ببینید حالا شما دستاورد داشتید بهشون گفتید اسنپ بک رو فعال نکنن، در مقابل گروسی از شما چی خواست؟ آیه عراقچی بگو چرا شما نمیگی؟ چرا نمیگی؟ من بدم میاد آقا، من ناراحت میشم. قسمت قشنگشو عراقچی واسه ما میگه که ما ببین مردم دیدشو سپاره کردیم گروسی رو، گفتیم اسنپ بک دیگه فعال نمیشه، از اون طرف ما هیچی بهشون ندیم، هیچی نمیگه. حالا ببینیم آقای گروسی چی میگه. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه اعلام کرد توافق امضا شده میان تهران و این نهاد این امکان را فراهم می‌کند که آژانس به همه تأسیسات هسته‌ای ایران دسترسی داشته باشد. به گفته او بر پایه این توافق ایران موظف خواهد بود درباره محل نگهداری موادی که در جریان جنگ در سایت‌های هدف حمله اسرائیل بوده‌اند گزارش دهد. گروسی در سخنرانی روز چهارشنبه خود در نشست شورای حکام آژانس در وین گفت این سند درک روشنی از رویه‌های اطلاع رسانی بازرسی و اجرای آنها فراهم می‌کند. وی گفت دیروز در قاهره با وزیر خارجه ایران توافق کردیم تا روش‌های عملی برای اجرای پادمان‌ها و از سرگیری بازرسی‌های آژانس در تمام تأسیسات ایران تعیین شود. این توافق بر اساس NPT است و تغییری در تعهدات ایجاد نمی‌کند. گروسی افزود این توافق همچنین گزارش‌دهی لازم درباره تمام سایت‌های مورد حمله اسرائیل از جمله مواد هسته‌ای موجود در آنها را در بر می‌گیرد و خاطر نشان کرد که این سند راه را برای بازرسی‌ها و دسترسی‌های مربوطه باز می‌کند، اما زمان انجام این بازرسی‌ها را مشخص نکرد. وی گفت ایران و آژانس اکنون همکاری را به صورت متقابل و جامع از سر خواهند گرفت و تاکید کرد که این اقدامات عملی باید همین حالا اجرا شود. جزئیات توافق روز سه‌شنبه در دیدار گروسی با عباس عراقچی. بلکن آقا جان
از هر زاویه‌ای به این دیدار نگاه میکنم میخوام بالا بیارم رو میز خودم، از هر زاویه بهش نگاه میکنم میخوام با مغز بکوبم توی دیوار. مردم، آقای عراقچی قسمت قشنگ ماجرا رو گفت که اسنپ بک دیگه رو سر ما فعال نخواهد شد. قسمت ناراحت کننده شو بذارید یورو نیوز بهتون بگه، از زبون آیه گروسی بشنوید. آیه عراقچی تو مصاحبهش گفته بود که ما اصلا کلا سیستممون، همکاریامون با آژانس کلا دگرگون شد، اصلا یک همکاری دیگری است. گروسی اومده میگه هیچ تغییری در همکاری ما طبق امپیتی، اینا تو امپیتی میمونن، همکاری ادامه طبق قواعد امپیتی. تازه فرای قواعد امپیتی ایران به ما اجازه دسترسی به کل سایت های هسته‌ایش با تمام جزئیات رو به ما داد. فقط گروسی در مصاحبهش اینو مستقیم اعلام نکرد که ایران و امریکا و اسرائیل بدونن هر لحظه خواستن ایران رو، سایت های هسته ایران رو منفجر بکنن، ما هستیم، ما در جریانیم و کل آمار رو، اورانیومشون کجاست، سایت هاشون کجاست، کجا رو بمبارون کنید بیشتر اینا پاره بشن. یعنی در این دستی که واقعا گروسی داده شد، ما چیزی که گرفتیم این بود که اسنپ بک سر ما فعال نشود. چیزی که دادیم مردم پشت صحنه، چیزی که دادیم میدونید چیست؟ اورانیوم. کلن دیگر غنیسازی اورانیوم تو این کشور وجود خارجی نداره. چرا وجود خارجی نداره؟ به خاطر این دسته است. اینا قرار هست توی کشور ما هر جا ما کار هسته‌ای انجام میدیم بیان بازرسی بکنن. غنیسازی اورانیوم و امریکا گفته من بمبارون میکنم. آمارشو کی باید به ما بده؟ چه شکلی بزنیم؟ کجا رو بزنیم؟ ایشون قراره بهشون بده. یعنی اتفاقی که قبلا افتاد، جاسوس بازرسان انرژی اتمی می اومدن تو ایران، خودشون گفتن مدارک رو ما دادیم به امریکا و اسرائیل، از طریق اونا ایران رو بمبارون کردن. همون اتفاق دوباره تکرار داره میشه. میلیاردها هزینه باید بکنیم برای هسته‌ایمون که اینا با همین دستی که دادن بیان دوباره منفجرش بکنن. مردم به راحتی نه فکر کردی فقط سایت هسته‌ای رو میزنن. عزیزم آژانس میره به اسرائیل و به دنیا میگه اینا دنبال ساخت سلاح هسته‌ای هستن. اینو میگه، بهتونم نشون میدم، میگه، تجربه تاریخی است. اسرائیل میاد تجریشو میزنه، لوله آبو میزنه، 12 هموطن ما میره رو هوا. اسرائیل میاد دانشمندای ما رو میزنه، اسرائیل سردارای ما رو میزنه که چی؟ اینا میخوان بگی فقط میرن هسته‌ای رو میزنن و هزینه مالی فقط واسه ما داره. دفعه بعد که اورانیوم 60% رو بزنن، تشعشعاتش میزنه، کل کشور رو نابود میکنه. نسل بعدی بچه‌های ما اگر مونده باشه کسی تو این کشور به دنیا بیاد، یا 3 تا پا داره یا 2 تا کله. این وضعیتی که بر این دست آینده. حالا بذارید برای ثبت در تاریخ همینم ببین. اصلا همه مثلا موضوع نیست. اونها هم دنبال این نیستن. اونها دنبال تسلط بر ایرانن و دنبال اینن که کمر عزت ملی رو بشکنن. نه بابا، جان من. وگرنه مسئله اونا خودشونو میدونن. امروز همین آقای گروسی که خیلی آدم مالی هم نیست و تو این ماجرا بد عمل کرد، تو مصاحبهش گفته که ما اطلاع دقیق داریم ایران دنبال سلاح هسته‌ای نیست و تا سالها هم نیست. پس چرا اون گزارش تو آژانس دادی؟ حالا یه روزی بعد به این حساب اینام رسید. الان وقتش نیست ما راجعش صحبت بکنیم. خیلی خوب. ببین اینا میدونن ما نمیخوایم سلاح هسته‌ای بسازیم، ولی برای اینکه به ایران حمله بشه گزارش میدن که ایران میخواد بمب اتم بسازه. گفته دیگه، آقای لاریجانی داره میگه. بعد آقای لاریجانی بعد این اتفاق قرار بود حسابشو برسیم. آقا اصلا جوری حسابشو رسیدین، طرف خاشقچی آرزو میکرد مثل این حسابش رسیده بشه. این به خاشقچی حسودی شد. آره این به خاشقچی حسودی شد. گفت کاش من مثل خاشقچی مجازات میشدم. آقا چه دهنی ازش سرویس کردین، حلش کردین یارو. اصلا نیست دیگه، طرف دود شد رفت هوا. مردم بیچاره شدیم، خدا شاهده. یه چیزی دارم بهتون میگم، شما یه چیزی میشنوین. مجلس هم تعطیل کردن، یعنی صدا از معده ما در میاد، از اون مجلس دیگه صدا در نمیاد. نه نگران نباشید. یه جلسه گذاشت، آقای پزشکیان قول داده بود که با مجلس جلسه بذاره، گذاشت. مجلس تعطیل شده ولی برای آقای پزشکیان رفتن مجلس. چه اتفاقی تو مجلس افتاد الان بهتون میگم. جلسه خیلی خوبی بود. با نماینده ها مشکلاتی که وجود داره با هم گفتگو کردیم. مشکلاتی که وجود داره رو ان شاءالله بتونیم حل کنیم. اول من تشکر میکنم. من باید از این روی خوب جناب پزشکیان که واقعا همیشه ایشون داوطلب آمدن به مجلسن و این با پیگیری ایشون این جلسه براشو امروز هم گفتم باز ما ماهی یه بارم حاضریم به مجلس. خب این واقعا
همون نکته که حضرت آقا بر اجماع سازی که الان فراهم شده و فرصت خوبی برای هم تصمیم سازی و هم تصمیم گیری برای حل مشکلات اقتصادی، مخصوصاً با موضوع مسائل اقتصاد در شرایطی که هستیم. امروز این حدود از 6:30 تا 9:30 که الان صحبت شد توی 3 ساعت متمرکز به این بحث بود. بسیار خوب. آقای قالیباف عزیز، خیلی خوشحالیم که شما اینقدر با همدیگه متحد هستید، دست در دست همدیگه میخواید دهن ما یعنی کشور رو آباد کنید. خب مسئله سر اینه که یه چیزی میگن، قدیمی‌ها میگفتن تو جمع درگوشی حرف زدن خیلی زشته. وقتی یه جمعی نشستن بده. ببین 2 نفر رو میبینی دارن با هم درگوشی صحبت میکنن، آدم خوشحال میشه که این 2 نفر چقدر با هم رفیقن، چقدر با هم اتحاد دارن، چقدر صمیمی چیکو پوکشون با همه. ولی تو جمع درگوشی صحبت میکنن همه ناراحت میشن. آقای قالیباف خوشحالیم شما با هم چیکو پوکتون با همه، ولی اینکه درگوشی میرین تو مجلس اینجوری جلسه میزه ما نمیفهم چی شد چی نشد، این ناراحتمون کرده. حتما گوشی نماینده ها رو جمع کردید روزی که آیپز، حتما گوشی رسایی رو گرفتید که تو جلسه فیلم برداری نکنه. چه حرفایی زدید تو اون جلسه مجلس؟ چند تا نماینده فریاد زدن سر شما که نکنید این کاری که آژانس کرده خلاف قانون. چرا ما مردم نامحرم شماییم تو این بابا بعضی از جلسات باید غیر علنی باشه، جلسه نظامی هست، تصمیمات اینجوری از دشمن نباید مطلع بشه. این جلسه رو ما باید همه میفهمیدیم. چرا باید همچین جلسه آقای پزشکیان بعد از جیک تو پیک شدن آقای عراقچی و گروسی میگذارید هیچ کس از ما نفهمه چه خبر بوده تو مجلس؟ چرا؟ آیه قالیباف خدا شاهد ملت، یعنی همچین تو خفقان دارن خفمون میکنن. من عاقبت این کار رو اصلا قشنگ نمیبینم. ببین من یه رسانه‌ای ام، من پیشگو نیستم. من یه سری اخبار سیاسی رو سالها میام براندازی میکنم، نگاه میکنم، زیر و رو میکنم، بعد به این نتیجه میرسم که این قصه عاقبتش میشود یه چماق از جنس خاردار که حسن روحانی تازه صیقلی و چربشو به ما نشون داد. اینا نه صیقلیش کردن، هم خاردار هم چربش نکردن، خشک. آه از نهادمون در میاد مردم. خب ببینیم آینده چی میشه. این چیزیست که ما پیشگو نیستیم، بر اساس تجربه دارم میگم، دهن همون سرویس، حالا خودتون میدونید. آیه پزشکیان قرار سازمان ملل هم برن، یه توهینی کرد امریکا به هیئت دولت ما، یه محدودیت هایی رو گفت فروشگاه ها نرن. البته ما هم خوشحالیم که هیئت دولت ما نتونن اونجا خرید بکنن، ولی تحقیرش واسه ناراحتی ما میشه. ببین رئیس جمهور ما، دولتی های ما برن اونجا بعد اینجوری تحقیرشون میکنن. شما حق ندارید مثلا تو خیابونای نیویورک برید بگردید یا مثلا برید خریداری، برید فروشگاه. تحقیر ملت ایرانه، یک ملت تحقیر میشه. پاسخ چی باید باشه من بهتون میگم، ولی پاسخی که ما داریم چیه؟ ریاست محترم جمهوری قرار هست در این اجلاس که 80مین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد هم هست حضور پیدا بکنن. با توجه به تحولاتی که در منطقه ما حادث شده و کماکان جریان داره، از جمله موضوع نسل‌کشی در فلسطین، انتظار میره که مهمترین موضوع جامعه جهانی، مهمترین موضوع دستور کار سازمان ملل متحد همین رسیدگی به این فاجعه و مطالبه بین‌المللی برای توقف نسل‌کشی و محاکمه و مجازات جنایتکاران باشه. محدودیت‌هایی که اشاره کردید، این محدودیت‌ها از سالها قبل در مورد دیپلمات‌های ایرانی اعمال می‌شده، در مورد تعداد دیگر از کشورها هم به همین شکل. اعمال این محدودیت‌ها مغالم هست با تعهدات دولت میزبان وفق معاهده مقر. ما مراتب اعتراضمون رو از طریق سازوکارهای موجود در سازمان ملل از جمله کمیته روابط دولت میزبان منعکس کردیم و معتقدیم که اعمال این محدودیت‌ها در جهت محدود کردن حقوق کشورها برای حضور برابر و مؤثر در مجامع بین‌المللی است. این حق کشورهاست که بتونن بدون مواجهه با مشکلات و فشارها دیدگاه‌های خودشون ولش کن، ما حوصله‌شو ندارم. راست میگه. نامه فرستادن، اعتراض کردن که ببینید ما رو آدم حساب کنید. آمریکایی‌ها شما ما رو آدم حساب کنید. ما می‌خوایم بیایم سازمان ملل حرف بزنیم. کار درستی نکردین، ما رو محدود کردین. ما شما رو برادر خودمون میدونیم. فقط
ما رو آدم حساب کنید، اجازه بدید اونجا میایم بدون محدودیت باشه. این حرفی بوده که ایران زده. به خدا، یعنی خدای من شاهده اینا اینجوری حرف میزنن. بعد ولی چیزی که باید میگفتن، نامه باید مینوشتن، مراتب اعتراضشون هم اعلام میکردن و میگفتن در صورتی که چنین محدودیت هایی برای رئیس جمهور ما وضع بشه، ما کشور ایران هستیم، کشور مقتدر و مستقل ایران، قرار باشه اینجور به ملت ایران توهین بشه، ما اصلا در این اجلاس سازمان ملل حضور پیدا نخواهیم کرد. تو دنیا این خبر مثل توپ میترکه که اینا به خاطر اینکه بی احترامی داشت بهشون میشد، اون تبعیض دارن قائل میشن. اونجا سازمان ملل که بی‌طرف باشه نیست، اونجا دارن با حرف ترامپ پیش میبرن کارو. ولی ما که این کارو نمیکنیم، ما نامه حقیرانه میزنیم. مردم این 2 سال تموم بشه، علیپور یا مرده یا پیر شده. موهای من، همه ریشای من بعد این 2 سال سفیده. حالا ببین کی من بهتون گفتم رئیس جمهوری این آقای پزشکیان اینا موفق باشن ان شاءالله، براشون آرزوی سلامتی، توفیق، همه چی. ولی من پیر شدم تو این 2 سال. حالا ببین دیگه. همتون در همین لحظه به ایزا ایران زنگ می‌زنم یا علی فعلا. خدا نگهدار. آخوندانه مثل رفیق تو، همراهت هر گام و قدم، با عشق و صمیمیت پیش برو، کنار ما بمون. آخوندانه